المسألة الثالثة مسألة سوم في حد سفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه درباره مسافه سفر کی در آن قصر خواندن جایز است. مسافه سفر که در آن قصر خواندن جایز است. پس حد سفری که در آن نماز قصر کردن می شود تقریبا 16 فرسخ می گویند که با 4 برده برابر است. با میل تقریبا 48 میل می شود و تقریبا 80 کیلومتر را در نظر دارد. یعنی شخص اگر 80 کیلومتر از خانه خود دور شد و مسافر حسابیده می شود و نماز را قصر می کند. و این سفر است که یک شبانه روز را با قدم ها طی کردن راه رفتن در نظر دارد. اگر با مسافت بگیریم 80 کیلومتر اگر انسان طی کرد پس در این حالت و نماز را باید قصر بگذارد. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم یک شبانه روز را سفر نامیدند. چون که فرمود لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الاخر ان تسافر مسیرة یوم و لیله لیس معها محرم. برای زنی که به الله و روز قیامت ایمان دارد جایز نیست که مسافه یک روز و یک شب را سفر کند مگر اینکه با محرمش باشد. این حدیث رو بخاری تحت رقم 1088 و مسلم تحت رقم 1339 روایت کرده. همچنین از ابن عباس و ابن عمر رضی الله عنهما در مسافه 4 برد 16 فرسخ گفتیم که 80 کیلومتر است روزه نمی گرفتند، در سفر می بودند. اما نوع سفر باید سفر باشد که سفر جایز و روا باشد. مانند سفر برای تجارت، برای استراحت، یگان تماشا، مثلا جاهایی که پاکیزه است، یا سفری که فرض است با مانند حج و جهاد و هجرت، اینا سفرهای حلال هستند. یا سفری که سنت است، مستحب است، مثل زیارت برای حج تکراری یا که عمره دوم، این گونه سفرها ده انسان حتما قصر میگذارد. اما سفری که حرام است با مانند سفر به مقصدهای گناه، انسان قصدی یگان جا رفتن گناه کردن را می نماید، معصیت کردن می نماید، برای وی نماز قصر نیست بلکه کامل می خواند.